سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو. آقا تو ویدیو ما رفتیم مدرسه بالده. قراره اگه ما اشتباه کنیم باعث مرگ ما خودمون میشه. بچه دوربینش خب 8 میشه. اگه 9 10 11 خوبه. دوباره 9 10 11 شد که خب درست بود بچه ها. خب ما یک ستی گرفت، یعنی ما کود اگه اشتباه نکرده باشیم. خب یا بفر این خیلی سخته، علکی دو بدبخش چی؟ صدای کتک خوردن بالدی بود. بذار ببینم. بالدیو کشتن. یه جعبه از اینجا بچه خورد تو سرش. بالاخره آزادی. فقط ما چند تا دیگه کتاب باید چیز کنیم. چرا گریه میکن؟ فلم کن جونه. بچه اینا ناراحتن. آها ما نیاز داریم به قیچی که ما بزنیم. خب دیگه وقت مرده یه چیز چرت و پرت بنویسیم. خب یه چیز چرت و پرت بنویسیم دیگه. وقت دیگه مرده واسه چی دیگه واقعا دقیق بنویسیم؟ همجوری یک چیز الکی. خب آها حالا من موندم چجوری استفاده میشه ازش. بلدم نیستم توی این بودم، چون اولین بار همه دارم بالدی توی کامپیوتر بازی میکنم. وقتی که من اندازه بچه بودم، یعنی 9 سالم بود و 5 سال اینا بودم، بالدی بازی میکردم. یادش بخیر. این مدل نه، هم مدل اصلیش. خب خود 7 میشه همجوری. خب متاسفانه بالدی که کلا مرده. 4 تا کتاب. الان ما چند تا دیگه نیاز داریم تا بشه 8 تا. 3 تا دیگه. ای وای چجوری استفاده کنم؟ زدم با کلیک راست کلیک چپ. خب چرا من هرچی وای بازم این پاچه خار اومد. این لامصب اینجاست. به خودش که میتونم برم این طرف. خب بچه دیگه ول نمیکنه. همیشه تو بسط تو قین ما هست دیگه. سریع شکلاتو بخور بابا. وقتی من بلد نیستم بودم بعد چه شکلاتو خوردم. بلد نیستم بودم.
یه دک. به به عجب کفش. ولی نه کفش ببینم آده دن. ببخشید خوشحالم بالدی مردش دیگه راحت میتونیم مثل حلزون. تو رو نگاه کن، ما به شما کاری نداریم، شما بازیتونو کنی. قده خب قیچی هم آماده کردم. اگه یه صحنه دیدمش قیچی آره بزنم تار. آقا میسکر بدم راضی. قیچی ما دزدید. قیچی منو چرا میدزدی؟ قیچی ما دزدید. خب بازم یه قیچی دیگه. آخرین دعا کردیم. خب 4. خب تموم. آقا من میترسم یا بالدی زنده شه بگم بذارینم بالدی همینجا وایستد. بچه ها من اینجا چرا ظاهر شدم؟ این چه باحال. ما تو بیمارستانی. خب بچه ها متاسفانه بالدی ما نمیدونم یه چیزی فکر کنم گفتش که بیهوش شده زنده میشه. باید زنده شه من بدبختم واسه. آقا من الان میخوام برم. آقا من الان مثلا چیکار کنم؟ همینجوری مثل ماست نگاه کنم؟ همه نتن بجور یه نفر اصلا ناراحت نیست. این گنده که اصلا ناراحت نیست. خب به ما چه؟ اون واسه رازه. این کی دیگه؟ آقا اون کی که اصلا فقط برو کنار. این کیه بچه ها؟ من اینو نمیشناسم. خب بچه ها اینم از ویدیوی بالدیمو. امیدوارم خوشت اومده باشه. لایک کامنت فراموش نکنین، دنبال کنین، سابسکرایب کنین که بیشتر این ویدیوها رو براتون بذارم. خب بالدی ما یعنی معلممون مرد. یه جعبه از پنجره گوبز خورد تو سرش. خیلی ممنون تا جای ویدیو رو دیدین و خود به خود دیگه اون ویدیو بازیم تموم شد، یعنی ضبطش تموم شد و فعلا خداحافظ. گودبای.